پس یگام تا میگه که انتظار مهدی را بکشه. من یگام مذاهبم نه، پیش از مهدی خلافت میاد انشاءالله، پیش از من. ما شما باید برای ایجاد خلافت جدا، خلافت چی؟ با کل عزت کل مسلمان ها داود، کل مسلمان ها یک جغرافیا، یک رئیس دولت. چقدر خوب. حالا ما همیال میخوایم که در زمستان با در عربستان زندگی کنم، نه؟ در شهر ریاضش یا در مکه یا در مدینه. این خوب است یا بده؟ کسی مرا مانع شده نتونه که مرا پاسپورت تا تو افغانستان چیستی، فقط مسلمان پاسپورت چیستی. انا مسلمان حالا مسلمان بودم در هر 57 کشوری که هست باید بگردم و خلافت که آمد این زمین کلش مربوط مسلمان ها میشه. دلم در هر جایی که زندگی کردم باید آزاد باشم. در بایسکل میرم، در موتر میرم، سر مرکب میرم، اسب این گپا میرم، پیاده میرم، کسی مرا باید چیز نگوید. حالا می بسیار خوب زندگی است یا نه؟ این کافرها خودشان متحد خود کرده، رئیسان اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو دیگه، ما شما را به نام این و آن دکلی یک دیگه زده رئیس، این و آن، افغانی، پاکستانی، ایرانی، تاجیکستانی، ازبکستانی، قطری و بحرینی و سعودی زده رئیس، نه یکی دکلی دیگه. خودشان قرار در غندی خیر متحد شده، اتحادیه ناتو، اتحادیه اروپا، اتحادیه شانگهای، تو اتحادیه جور کرده رئیس متحد شده روان است. ما شما را یکی دکلی دیگه زده رئیس. پس عمل و کار است. عمل بدون عمل، الله در قرآن میفرماید واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آماده کنین از برای کفار چقدر که در برابر کفار توانایی دارین از قوت و نیرو. چیزی که نیروی عقیده، نیروی نظامی، نیروی حکومتی، نیروی در همه بخشای زندگی، نیروی اقتصادی باید آماده کنید. برای اتحاد امت ایتو کار کردن و هر کدام ما شما دعوت کردن این بسیار مهم است. قوت و نیرو را میگه چقدر که توانایی دارین آماده کنید. ولی الله یک شرط مانده که ما شما را به شرط نصرت میکنیم، شما عمل کنید و دین الله را نصرت کنید. ان تنصروا الله ینصرکم، اگر الله را نصرت کردین، دینش و آیینش عمل کردین، تلاش کردین و جد و جهد مالی و جانت هم در راه دین الله مصرف کردی، مالت هم بعد از اون ینصرکم نصرت میاد. اینطوری که زیر لیاف قرار خواب باشی دعا کرده بودی که یا الله خودت میفهمی و کار مخلوقت ما نمیفهمیم، نه این به این نمیشه. حالا بسیاری میگن نماز بخوان، تهجد بخوان، گریان بکن، الله خودش میفهمه و چی میکنه. این قسم نیست. یعنی بسیار یک فکر گمراه کننده است. ان تنصروا الله ینصرکم، به شرطی که الله را دینش نصرت کنید باز الله شما را نصرت میکنه و یثبت اقدامکم، قدمایتان را محکم میکنه. در غیر از اونی دیگه الله به ما شما توفیق بده که ما باید به اصل اسلام رجوع کنیم و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و بعد از زندگی خود به ما مان که حدیث براتون بیان کردم، قرآن، کتاب الله و سنتش، زندگی رسول الله صلی الله علیه و به این خود خوب بفهمانیم. اول علم فهم ضروره، بعد از اون مطابق از این حرکت کنیم. از وسوسه های شیطانی، چه شیاطین انسی یا جنی، بعضی وقت انسان هم شاید یک شیطان گشته وسوسه میده، ای تو بکو یا خانگاه جور که موتر پشت یا پا نگرد، نه موترکت چطور، خانگاه کت چطور سیم یا پا ایقا گپا میگه، خدا میفهمه و دینش و کارش، ما را چی بگه این گپا نه. این هم وسوسه های شیطان های انسی است. هم از وسوسه شیطان های جنی و هم از انسی خود دور کنیم و عملا آنچه که قرآن میگه و رسول الله به مو درجه کار کنیم. انشاءالله حتمی ما شما و دو رسیدگی استیم دو زندگی و به چشمای خود امید داریم که او زندگی که صحابه داشت، او زندگی از او را که بخوانین صحابه چه قسم زندگی داشت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و دوران رسول الله صحابه چی بود، به او زندگی رسیدن. این بسیار یکی از آرمانای ما شما همی است و الله ما شما را برساند.